سلام دوستان، چه خبر؟ امیدوارم هر جایی هستید حالتون خوب باشه. اسم من صدرا است و اومدیم با یه ویدیو خیلی خفن. وقتی شما تو بازی لس آنجلس خواهین با دوستتون وصلی بازی کنین، دو تا راه داره. اگه نتونستین وصلی بازی کنین، بهتون راهشو میگم. اول بار وارد لن میشین، گزینه لن، و بعد وارد شدین و یه نکته هم داره. اگه دوستتون اینترنتش رو به شما وصل کرد، اون باید دوست شما باید گزینه شروع رو بزنه. اون مپ رو میسازه و بعد باید صبر کنه کامل وارد بازی بشه. وقتی همه چی تو بازی لود شد و دوستتون هم کامل رفت تو بازی، شما گزینه اتصال رو میزنید. یه راه دیگه، اگه شما میخواستین اینترنتتون رو به دوستتون وصل کنین، شما اول شروع رو میزنید و بعد وای میستین مپ دانلود بشه، کامل مپ واسهتون بیاد. وقتی وارد بازی شدین، به دوستتون میگین گزینه اتصال رو بزن. یه نکته دیگه هم که داره، شما اگه میخواین بازیتون زیاد لگ نزنه، این گزینه رو تا 2 میارین. این گزینه مثلا میگه حد اکثر بازیکن‌ها، یعنی چند نفرین. مثلا 2 نفرین، اینو رو 2 میارینش. 3 نفرین، رو 3 میاره. این تا فکر کنم 10 و اینا داره. مرسی ویدیو اونو نگاه کردین. کامنت و ساب یادتون نره. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.